السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادرانی که از راه‌های دور و نزدیک قدم زنان به خانه از خانه‌های خدا تشریف آوردین، طبق حدیث پیغمبر خدا انما الاعمال بالنیات، هر انسانی که با کدام عملی که البته قدم زنان آمده است، خداوند شما را مکافات نیک نصیب بگرداند. و خدای مهربان به حرمت فذکرونی اذکرکم در هر یک قدم های شما نیکی ها کتابت بفرماید و یک هفته اینه سهو و خطاهایی که از شما سر زد با لطف و کرم خود با حرمت این روز جمعه خدای مهربان همگی را کوره بسازد. گذشتگانی که از ما و شما گذشتند همگی امید دعا و رحمت ما و شما را دارند. خدایا گرهای آنها را پرنور بسازد، رحمت و مغفرت شان بسازد و همه شما را خداوند عمر دراز، تنی صحت، برای کار در همه کارهای شما خدای مهربان نصیب و روزی بسازد. فرزندهایی که از ما و شما برای طلب علم یا برای زندگی از خانه بیرون شدند، خدایا سفرهای بابرار و بی خطر نصیب شان بسازد. آرامی را خدایا در روی دنیا علل خصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام خدایا نگه بدار. اسلام عزیز ما را پروردگار روز به روز عزت او را، قدرت او را نسبت همه ادیان های در روی دنیا پروردگار را بالاتر بساز و امت های محمدی را خدایا روز به روز صفشان زیاد بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. نفهمیدم. خیر خداوند این فرزندایی که برای طلب اسلام رفتن خدایا اسلام اساسی را نصیبشان بگرداند و خدایا با یک اخلاص و با یک محبت انجام دادن این مدرسه ها را و آمده در این مردمش خدمت کردن از روی صدق و از روی صفا و از روی حقیقت اسلام خدایا نصیب روزشان بسازد. آمین و رب العالمین. پیش از آنی که صحبت ما آغاز کنیم یک چند مصرع های شعری از استاد هممان جنونی بر شما خوانده میگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخند اینجا، مخند اینجا که چشم که مژگانی تو گریان است در فردا. مخند اینجا که مژگانی تو گریان است در فردا. اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. به اندوه قیامت زرد کن رخساره گلگون. به اندوه قیامت زرد کن رخساره گلگون. بسان شمس انور ماه تابان است در فردا. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. بغیر عقبه ها 7 در که سوزان است در فردا. خدا رحمت و مغفرتش کند و خدا قسم همه آیت است، همه حدیث است. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. بغیر عقبه ها 7 در که سوزان است در فردا.
کسی گر اندر اینجا خرمن طاعت نبردارد، کسی گر اندر اینجا خرمن طاعت نبردارد، بصد افسوس و حسرت ها پشیمان است در فردا. چرا ای کلمهج، چرا ای کلمهج با جلوه این زال می نازی، ولیکن عیشگاهی خاکساران است در فردا. به محشرگاه گر هر کس به هر سوی روان گردد، که میلان جنونی سوی جانان است در فردا، که میلان جنونی سوی جانان است در فردا. مخند اینجا که مژگان تو گریان است در فردا، اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. حضرت میگوید اگر ای امت مسلمان، ای امت محمد، اگر شما در دنیا دهانهای خود به خنده های غافلانه، جسدهای خود در راههای ناپاک اگر صرف نکنید، انشاءالله شما در قیامت و در محشرگاه خندان هستین. لیکن اگر در دنیا شما غافل باشین، اگر در دنیا شما خنده های بیجا داشته باشین، فراموش نکنین که شما چشمهای شما پر از آب و گریان در قیامت هستین. به یادم حدیثی آمد، خدا رحمت کند، فرزند عمر روایت میکند این حدیث ابن عمر: خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم من المسجد. میگوید یک روز، میگوید این آفتاب تابان از مسجد بیرون شد، فاذا قوم یتحدثون و یضحکون. وقتی که از پیش همان قومش گذشت، وقتی از پیش صحابه ها پیغمبر خدا گذشت، نظر کرد که صحابه های پیغمبر خدا چی صحبت میکردند، با آواز بلند و خنده میکردند. فوقف رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلم علیهم. رسول اکرم که طاقت شنیدن خنده بلند نداشت، زیرا که حضرت با نور نبوت خاتمه را میفهمید، زیرا که حضرت جنت و دوزخ با چشم سر دیدگی بود، در جای خود میگه ایستاد کردند، سلام دادن بر این صحابه ها و گفتند: اذکروا هادم اللذات الموت. صحابه ها گفتند ای بندگان خدا، امروز چه هست که من شما را صدای بلند خنده شما را میشنوم؟ آیا میخواهید که آن چیزی که لذت بنده را میشکند بر شما خبر بتم؟ صحابه ها گفتند بله پیغمبر خدا، چی هست شکننده لذت چی هست؟ گفت بجای این خنده شما گفت مرگ یاد کنین، مرگ در پیش دارین. و رسول الله میگد گذر کرد رفتن. باز روز میگد ابن عمر رسول اکرم گذر کردند، باز همین قوم همان صحبت و همان خنده دا مبتلا بودند. رسول الله این دفعه با طریق مهربانانه نه، بلکه چی گفت؟ والذی نفسی بیده، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا. اگر شما ای امتی بی پروا، اگر شما میدانستین آن چیزی را که من میدانم، هر آینه شما خنده کم و گریه بسیار را برای خود درس میکردین. لیکن صد افسوس که شما نمیدانید، لیکن صد افسوس که آن چیزی را که من میفهمم از مرگ شما، از قیامت شما، از گور شما از اون درک ندارین. و این خنده های بلند شما هم سببش همین است. همین ابن عمر حضرت پرسیدن هل کان اصحاب النبی یضحکون؟ تو دوره حیات پیغمبر خدا در زنده بودی، تو صحابه های پیغمبر خدا را با چشم سر دیدگی بودی، آیا همین صحابه ها خنده میکردن یا نه؟ ابن عمر چی گفتن؟ یضحکون
والایمان فی قلوبهم اعظم من الجبل. گفت عبدالله گفت در اصل صحابه های پیغمبر میخندیدند، لکن چنان میخندیدند که ایمان در دل ایشان، ایمان در دل اون صحابه های پیغمبر مثل کوهواری بزرگ بود. یعنی ایمان در وجود ایشان دور میزد، ایمان های اونها مثل کوه ها مستحکم بودند، خنده غافلانه نداشتند، تبسم میکردند، میخندیدند، لکن بی پروایانه نمیخندیدند. امروز ما و شما میخندیم. امروز ما و شما ساعتها اگر خنده کنیم، شاید که در اون ساعتهای خنده ما و شما بار هم یاد قبر، بار هم وقتی جان کندن انسان و قیامت در پیش چشم ما و شما دور نزند. رسول اکرم میگد مر بشاب و هو یضحک. روز میگد به نزد یک جوان میگذشت که اون جوان خنده میکرد. رسول الله چی گفتند؟ هل جزت علی الصراط؟ جوان گفتند آیا تو پول صراط را گذشتی؟ قال لا یا رسول الله. نه، گفت پیغمبر خدا من پول صراط نگذشتم. هل تبین لك انك تسیر الى الجنه؟ ای جوان گفت آیا بر تو یگان کاغذ است، یگان معلومات آمد که تو داخل جنت میشه بعد مرگ؟ قال لا یا رسول الله. نه، گفت من درک ندارم، بعد مردن جنت میرم یا جای دیگر میرم، درک ندارم. ففیم الضحك؟ پیغمبر گفتن پس خنده تو برای چی است؟ چرا خنده میکنی؟ مادام پول صراط نگذشتی، مادام که وارد جنت نشدی، دنیا جای خنده است. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن. خدا رحمت کند جنونی را. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن، کاری دشوار است با دو دیده نمناک رو. کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست، کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست. خون دل با غصه مردن خورو غمناک رو. حضرت چی میگه داخل ما و شما؟ خنده را در صورتی کن که پول صراط میگذری، خنده را در صورتی کن که وارد جنت هستی. این حالت خنده برای ما و شما ارزنده است. کل عین باکیه یوم القیامه. پیغمبر خدا میگوید همه چشم در روز قیامت آبهایشان میریزد، الا ثلاثا، مگر سه چشم گریه نمیکند. مگر سه چشم در روز قیامت بجای آب در داخل اینها چی است؟ خنده است. در داخل این روشنی است. در داخل این چشم ها مژده نجات است. کدام چشم هاست؟ عین بکت من خشیت الله. یکم چشمی که در روز قیامت گریان نیست، چشمی هست که از ترس خدا گریه میکند. و عین غضت عن محارم الله. دویم چشمی که روز قیامت گریه ندارد، چشمی هست که به سوی حرام کرده های خدا نظر نمیکند. آن چیزی که حرام کرده خداست، حضرت وقتی که نظر میکند در حال در دلش نفرت پیدا میشود که این اشیا حرام کرده خداست. چشم من باید به سوی این نگران نباشد. اگر همچنان چشم داشته باشد، روز قیامت نجات یافتگی است. اصلا اون چشمی که در اون نجات است چی است؟ عین سهرت فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت چشمی که در پاسبانی راه خدا میگذرد، چشمی که تا سحر از شب که می نشیند تا به سحر در عبادت خدا بیدار است، چشمی که اگر در جهاد باشد تا به روز پاسبانی میکند. این چشم ها چی هستند؟ در روز قیامت گریان نیستند. این چشم ها دیگر عذاب کرده نمیشوند. خوش به حالی و برادرایی که البته همچنان چشم هایی دارند که از ترس خدا یا حرام کرده های خدا را میبینند رو میگردانند، یا اینکه در راه خدا شبان روزن این چشم ها چی از پاسبان است و بیدار است. اگر هر یک مصرع شعری جنونی را برای شما تحلیل کنیم،
باور کنین هر یک جمعه ما و شما کمی میکنند، زیرا در هر یک مصرع شعری حضرت چندین آیت ها، چندین حدیث ها خفته هست. از این خاطر موعظه ما و شما، البته سوال جواب هایی که بیشمار اینجا آمده است به شما جواب میگیم. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم در باب زنا بود. از باب زنا میخوام یک 10 یا 15 دقیقه با شما یک صحبتی میکنم. انشاءالله بعداً نیم ساعت دیگر را بحر سوال جواب حواله میکنیم. رسول اکرم میگوید اتقوا الزنا فإن فیه 6 خصال. ای امت مسلمان، از زنا پرهیز کنید، زیرا که در زنا 6 خصلت است. 3 فی الدنیا و 3 فی الاخره. این 6 خصلتی بعد این وعیدهای سخت 3 تاش در دنیا میبینین و 3 تا دیگرش را در آخرت میچشین. و اما التی فی الدنیا، آن 3 چیزی که از حساب زنا بر ما و شما میرسد، رسول الله چی گفتن؟ اول فذهاب بهاء الوجه. یکم پیغمبر خدا گفتن اون چهره نورانی که در روی امت من است، وقتی که امت من به زنا اگر داده شد، این چهره نورانی از روی او کشیده می شود. در چهره انسان زناکار دیگر نور اسلام باقی نمی ماند. هیچگاه در چهره انسان زناکار از نور اسلامی چیزی باقی نمی ماند. دویم رسول الله چی گفتند؟ دویم معامله بدی که خداوند در دنیا بر او میکند و قصر العمر، خداوند عمر او را کوتاه میسازد. هر کسی که در دنیا زنا میکند خدا عمرش کوتاه بسازد و پیغمبر خدا هم گفتند عمرش کوتاه است. و سوم و دوام الفقر. رسول الله گفتند سیوم چیزی که بر زناکار میرسد، این اصلا دسترخوان اون نان نمیبیند. اگر چند دولت دارد، دولتی او تیز است که خراب می شود. اگرچه با تمام شرایط ها آماده کرده شده هم که باشد، خداوند البته قادر است که همه نعمت از این زناکارش بردارد. زیرا این زناکار بے انصاف است، زیرا این زناکار تجاوز در امر خدا کردگی است، با خدا جنجال کرده است، با خدا مبارزه برده است. البته خدای نعمت از او می بردارد. و اما التی فی الاخره، 3 عملی که خداوند در آخرت با زناکاران میکند، این چی است؟ اول فسخط الله تعالی. یکم غضب خدا بر بالای این بنده در روز قیامت است. و سوء الحساب، سخترین حساب خدا بالای زناکار میگیرد. و عذاب النار. و بعد اینها معامله کردنش خداوند چیکارش میکند؟ خداوند البته وارد دوزخش میسازد. البته این مکافات شخصی هست که در دنیا زنا میکند. شمس الدین ذهبی میگوید در کتابش مکتوبا فی زبور، در کتاب زبور میگد کتابت کرده شده بود این الزنات معلقون بفروجهم فی النار. حضرت میگوید همین زناکارایی که در دنیا زنا میکنند، اینها را خداوند در دوزخش از همین فرجهایی که اینها زنا کردند، از همین موضعشان اینها را کشال میسازد. خب بعدن چیکار میکند؟ یضربون بالسیاط من حدید. اینها را میگد از همین فرجه هاشون کشال میسازد و با تیاقهای آهنین همان ملائکه های دوزخ اینها را میزنند. فاذا استغاث، وقتی که من الضرب، وقتی که میگد میزنن این زناکار طلب یاردم میکند، ای ملائکه مرا آزار بسیار نده، وجود من در من شد. این ملائکه دوزخ بر این زناکار چی میگفته است؟ نادته زبانیه. همین ملائکه دوزخ میگفته است این کان هذا الصوت.
و انت تضحك و تفرح و تمرح ولا تستحی منه. این ملائکه دوزخ می گفته است این طلب یاردمی که الحال از من میکنی، آیا نمیشد که همین طلب یاردم در دنیا میکردی؟ در حالتی که تو زنا میکردی میخندیدی، زنا میکردی راحت میکردی، زنا میکردی معیشت میکردی. ولا تستحی منه، از خدایی که تو را خلق کرد تو از او شرم نکردی، امروز تو با از من یاردم طلب میکنی؟ اینجا جای یاردم نیست دیگه. حضرت موسی گفتن الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میتی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وضع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من بر زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفته لباس همون دوزخی‌ها را میگن از آهن است، چنان تفسان از گفت میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادن، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه ده زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه من شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتن بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه ده وزنین ترین زنا در نزد خدا به حساب می رود. حتی حاکم می گوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح خود حاکم چی میگد؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقت زنا کرد با جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپه هم شنیدیم. برای چی؟ برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم، برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا به ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. ببین پیغمبر خدا میگه هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا این که سیوم شما شیطان می شود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازت نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیتد فرزندهایی که الکی به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنین، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشند. همه برای همین است. امروز چی یک بیناموسی در ما و شما پیدا شده است. در خانه ما و شما وقتی یک رفیق ما و شما، یک همسایه ما و شما میآید، خدمت دسترخوان ما و شما را زن ما و شما میکند. این در کجاست آخه؟ همین ناموس است. دختری تو، خواهری تو، زنی تو نخواد در رفیق تو بیاد دسترخوان پرتاید. آخه اگر سخت هم نرسد دستت نمیشکند، مهمان توست. حضرت عمر در خانه نمی نشست، مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد، میگو شرم میدارم که نزد مهمان نشینم در حالتی که ملائکه ها راست ایستادگی هستند. ما و شما می نشیم بعد فرمان میتیم
کاش که او زنی تو با یک لباسی خوب داشته باشد، کشال می شود تمام وجودش می تابد. این مسئله را شما دقت بتین، نگذارین. ام سلمه زن پیغمبر خدا بودن. حدیث روایت میکنن که من همراه میمونه بودم، میگد زن دیگری پیغمبر خدا. به ناگاه میگد در ما تق تق شد، نگاه کردیم ام مکتوم داخل شد. رسول اکرم میگد در حال بر من گفت ام سلمه و میمونه از جا خیزین، حجاب کنین، روی مالها را بالای سر پرتاین، پیشای برا محکم کنین. میگد ام سلمه میگد گفتم الیس هو اعمى؟ پیغمبر خدا ام مکتوم نابینا هست، چشمهاش نمیبیند. برای انسان نابینا حجاب کردن ما چی لازم است؟ وای ما را نشناسد، وای ما را نبیند. متن حدیث ما بر شما گفتم. حضرت میگد گفتن ای ام سلمه در اصل ام مکتوم نابینا هست، شما را نمیشناسد، لکن شما نابینا هستین، لکن شما ام مکتوم را نمیشناسین. یعنی شما بینا هستین، شما میشناسین. نابسته وای بینا هست، نابینا هست، شما چیکار کنین؟ شما سطر اسلامی را نزد او کس رعایت کنین. برای آدم نابینا رسول اکرم زنهای خدا امر به حجاب کردند. امروز آدم بینا میدراید، باز این آدمایی که بعضی هایش که مثال در بعضی خانه مهمان میشود، خدا داناست که مثال وجود او چگونه است. از این خاطر در این مسئله سخت با دقت باشین. اگر ما و شما نخواهیم که در بزرگترین زنا یا در پسترین زنا مبتلا شیم، این چیزهایی که از پیغمبر خدا بر شما گفتم رعایت کنیم، انشاءالله ما و شما فردا در زیر بیرق زناکارها سر نمی برداریم. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زناکارها سر می بردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است، شما شرمنده میشین. شما به همین یک چهره خجالتی ختان، با چشمهای همین شکسته ختان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونین. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر. پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرع پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که طبق حدیث پیغمبر خدا رفتار میکند. شما نماز میخوانین، زنا را میکنین، نماز میخوانین، عرقخوری میکنین، نماز میخوانین، تویهای فساد میکنین، پس فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کو، پس آن برای یاردم طلب کنین، این چی معنی دارد؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی در تفسیر همین آیتی که الزانیه لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگد که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتون کدام راهش که انتخاب میکنین. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه باشم شما رسانیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن. السلام علیکم حاجی میرزا مراد، از شما خواهش یک مسئله را دارم، خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر $2000 گرفتم. اول به نیت مضاربه، از بین 2 ماه گذشت، یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهی ماشین تا میگیرم. با یاردم بعض شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است.
یک برادر $2000 از کسی گرفته است، با نیت مضاربه گرفتن. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است فایده دو تقسیم. اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد، باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد. $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود. $500 باید تقسیم که فایده دو تقسیم است. لیکن وقتی که اگر مثل امروزه ما و شما اگر نرخ بگذاریم $2000 میتم، $100 بر من میتی، نابسته تو فایده میبینی نمیبینی برای من فرق ندارد. $100 میاری، این از خوب ده حرام است. رسول اکرم میگوید اربعة حق علی الله ان لا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعیمها. 4 طایفه هست. این حدیث پیغمبر خداست، حدیث های صحیح است. ما یگان حدیث ضعیف، یگان حدیث من الخمر، کسی که عرق نوش است، کسی که اگرچه در 2 سال 1 بار عرق بنوشد این وارد جنت نمی شود. دویم آکل الربا، کسی در دنیا ربا میخورد، همین پراتین میخورد. و آکل مال الیتیم، کسی که در دنیا مال یتیم میخورد. حالی بسیار است بچه هایی که از دنیا میگذرند، زناشان 3-4 کودک قطعی میمانند، بعد چیکارشان میکنن؟ بعد در حال پیششان میکنن خانه پدر و مادرشان دیگر نه حق برای او است. اگر هم بچه خانه و درم داشته باشد، بیچاره مرده این مال دنیا که اولاد اجداد چکشتگی است، همون مال اجداد همه مالا را به خودش میگیرد. این کلن قطعی کودکا بعد خانه پدرش روان میکنن. این حق یتیم نیست؟ او بیچاره مهنت کرد برای زن و فرزند خودش، ترا پدر و مادر همچه پدر و مادر حق در گردنش بود سیرت میکرد، لیکن این خانه و این مال و ملکی او به تو نمیرسد، یک حصه به تو میرسد، اکثرش به زن و فرزندش میرسد. او را کجا از خانه بیرون کردی؟ امروز چند کس آمد ما را شکایت کرد که دختر ما از خانه پیش کردن، شوهرش وفات کرده است، 2 خانه داره، 1 خانهش نمیتنش. این خوردن مال یتیم است، ان شاء الله تو دوزخ میره. رسول الله در دوام حدیث میگویند کسی که در دنیا ربا میخورد یبعث یوم القیامت مجنونا، از قبر میخیزد در حالتی که دیوانه هست. از این خاطر برادری نیستین. وقتی مضاربه کردین شرط و شرایط گذاشتین، همان مضاربه رفتن بگیرین. با چی است که یک کسی دیگر من میارم ماشینی ترا میگیرد، او کسی دیگر ملائکه است، او کسی دیگر قد خدا زور است. این ظالمی تا کی ما و شما ظالمی میکنیم؟ این ظلم است. آخر کسی دیگر هم میارم ماشینی ترا میگیرد. در دوره رسول در یک قصه میگذرد، ظالما را ببین، همین کسانی که در همین کارهای گناه باز یکدیگر را یاردم میکنن، باور کنین این یاردم کردنش یک جانب گناه، این ظلمی که بالای برادر میارد او را غصب میکند، خانه او را میگیرد، مال اشیای او را میگیرد، از این در ظلم دیگر نیست. نخواد که معامله برادری همتا باشد. وقتی تو دعوای خدایی کنی، وقتی تو نمازخوان باشی، نخواه همچنان معامله کنی. فراموش نکن چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ای ظالم، این ظلم تو 1 سال دوام میکند، 10 سال دوام میکند، انشاءالله خداوند باز یک ظالمی را پیدا میکند که تو در ظلم او گرفتار میشه. میگه یک پادشاهی بود، فرمان داد که برای من یک قصر تیار کنین. قصر را تیار کردند، تمامش میگه چنان یک قصر زیبایی بود که وقتی پادشاه میگه در داخلش میدرآمد، هر یک آشیانش ساعتها تماشا میکرد. میگه 2م آشیانه برآمد، تماشا کرد، 3م آشیانه برآمد، تماشا کرد، و از همان تیریزه 3م آشیانه میگه بیرون نظر کرد، نگاه کرد که یک خانه ویرانه
در همون قطار یا همون قصر پادشاه ایستادگی بود. وقتی دید این خانه ویرانه را، این پادشاه ظالم در حال طبیعتش خیره شد، گفت این قصری مرا زیباگیش این خانه ویران کرده است، این خانه را در حال نابود کنین از پیشی قصری من. میگه در حال همان خدمتگارهای پادشاه میگه پایان شدند. این خانه یک کمپیری بود، بیچاره برای تلبیدن بیرون شدگی بود، در خانهش نبود. آمدن میگه این نوکارهای پادشاه و در حال همون چهار دیوالی کمپیر میگه چپه کردن، در حال میگه روش کرده پرتافتن، در جاش میگه گلی بسیار انداختن تا که قصر زیبای پادشاه، طبیعتی پادشاه خیره نشود. کمپیر میگه بیگاه آمد نگاه کرد که خانه همه چپه گردان کردگی. گفت این خانه مرا کی چپه کرد؟ گفتن همین پادشاه ظالم. این خانه تو مادامی که صورتش بیزه بود، مادامی که در نزد قصر پادشاه ناخوب میتافت، پادشاه امر کرد خانه تو را ما نابود کردیم. کمپیر میگه همان قابچه نانی که تلبیده بود در یک جا گذاشت و دست شبر داشت. گفت پروردگارا، گفت من در خانم نبودم، تو در کجا بودی؟ من که در خانم نبودم، این ظالم خانه مرا روش کرد، این خانه مرا نابود کرد، تو در کجا بودی؟ پروردگارا به داد من برس، امشب من در کجا خواب میکنم؟ میگه عرش الهی در جنبش در آمد. در حال میگه جبرائیل امین که 600 پر داشت، هر پرش دنیا را چپه میکند، فرمان داد گفت این قصری که این ظالم ساخته است، جبرائیل بر تو فرمان از پایان شو و این را زیر زبر در زمین پرتاش. گفت در حال جبرائیل امین نه دیگر برای خداوند نه یک ترکیش ها لازم است بگیم، نه یگان یراق های مستحکم لازم است، این جبرائیل خودش جواب دهنده همه یراق ها هست. در حال میگه پایان شد. این قصر ظالم میگه برداشت در آسمان و در همون جای خودش میگه ناپدیدش کرد. این البته انشاءالله هر یک کدام مظلوم یک دسترسی دارد، به سوی خدا دعا کن، انشاءالله این گناه ریباخرا را خداوند از روی زمین گم میکند. السلام علیکم دوستان عزیز. اینجا بسیار تعریفات بسیار کرده است، لایق اینقدر تعریف ما نداریم، به خدا قسم. شما فخر ما هستین، شما دیگر هستین. دو سوال دارم. سوال اول این است که یک شعری را بر من تحلیل کن. بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم، از این می و میخانه غرض چه هست؟ میبخشید داملا. در غزلیات های حافظ این مصرع های شعری میگذرد بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم. این حضرت میگد که همینجا میخانه ذکر شده است. آیا همین میخانه چه است؟ آیا حافظ همین میخانه هایی که الحال فساد کننده جامعه ما و شما از همین میخانه است؟ عارفان میگویند در هر یک شعر، در هر یک مصرع هایی که می ذکر می شود، بر ما و شما میگویند چی میگویند؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. شراب عشق نبود زاب انگور، آن شراب، آن می عشقی که ما در شعرهای خود یاد میکنیم، اونها آب انگور نیستن. میگن شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب، این می که ما میگیم، ایران با این طریق گلو نوشیدن میشود. از آن پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. این جام، این بکل و این استکان و دیگر چیزایی که الحال زبانهای ما و شما میگردد، اینایی که ما در شعرهای خود ذکر میکنیم، اینها این ظرفهایی که عرق نوشا می نوشند اینها نیست. میگه از این خاطر از آن معنی که عارف زلف گوید
اگر مبادایی که در یگان شعر ما و شما رو پروشیم به زلف، اگر زلف کند این زلف ای به توفیقانه است، بلکه چی است؟ از آن معنی که عارف زلف گوید غرض در پیچ تاب هیچ موی نیست. اگر ما زلف گفتیم این همون زلف های کج دادگی از موی ها عبارت نیست، بلکه همه اینها عشق الهی هستند. از این خاطر دادر عزیز آن می و میخانه و دیگر شعرهایی که ذکر می شوند اینها را شما هیچ و با این می برابر نکنین. حتی خود همین حافظ چی میگد؟ المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. آن می که در داخل خم است می حقانی است، می مجازی نیست. از می مجازی این می که امروز تمام مردم دیوانه کرده است، این می حافظ چی میگه؟ از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این می که در خم، این می که خدا حرام کرده است، این فقط تکبری است. این همه ای مثال بگیم آزاردهنده اشیای دنیایی است. این می که ما میگیم این می همش عشق الهی است. 2 ایول 10 مهمان دارم از خوجند می آیند. درباره آدم و چگونگی آدم صحبت می کردی. این صحبت را من در یک مولود از شما گوش کرده بسیار معقول شد. فکر میکنم که برای مهمانهای من هم این بسیار پسند می آید. 2 ایولش ای آدم زنده را تا 2 ایول خیلی وقت است، لیکن ما جمعه دیگر در باب امام اعظم گپ میزنیم. صاحب مذهب هستند، شاید که 2 جمعه را بگیرد. اگر 2 جمعه را نگیرد جمعه دیگرش انشاءالله در باب فضیلت آدم چی هست، آیا آدم خدا چی فضیلت داده است و برای چی در دنیا خلقش کرده است. انشاءالله صحبت بسیار خوب است. این برادر در کجای گوش کرده باشد بسیار صحبت معقول است. انشاءالله به سمع شما میرسونیم. السلام علیکم داملای عزیز. من در وقت التحیات خواندن انگشت خود را برداشتم. امام بر من گفت که این مکروه است. من به او گفتم که در نماز جمعه سوال دادن. داملا گفت یگان باکی ندارد. به من گفت که از قفای من نماز میخوانی، به گپ من گوش کن. نباشد در قرآن یک آیت است به تو میخوانم دیوانه میشوی. من به او گفتم امر معروف کن. به ما گفت که از شما 5 تنگه فایده نباشد. نماز شام در آمده جماعت میخونه و میرود. التماس به پورگی فرمونید. یکی از مخلصان شما خودش امام یک وقته باشد همون آیت جماعت نمیخونه در قرآن که دیوانه خود شود. که خدا در قرآن چی میگه؟ خدا در قرآن میگه وقتی روز قیامت میشود سوره نون بخواند، همون سوره قلم بخواند، انا دیوانش میکند. من یک آیت میخوانم شما دیوانه میشین. درباره انگشت سبابه در قرآن آیت نیست، مکروه است، خودش مکروه است. کتابی است در دست ما مولوی محمود جان که از خیلی مولوی های بزرگی همین تاجیکستانی ما و شما است، ایشان نوردین جان دادرشان تزیین عبارات فی تحسین الاشارات. این کتاب علی قاری است. حضرت به فارسی گرداندنش. خودش حنفی مذهب است. همین حضرت در همین جا 36 حدیثی صحیح پیغمبر در باب برداشتن همین انگشت در وقت التحیات حضرت ذکر کردگی هستند. اگر علم داشته باشد، سواد داشته باشد، مرحمت همین حدیث ها را تماشا کند، خودش البته همش معین می شود. و من در خانم کتاب دارم از 12 جلد عبارت است که فقه الاسلام و ادلته، تاریخ امام اعظم خودش چه علم برداشت در همون کتاب ذکر شدگی است. یک روز یک جوانم در همین جامعه یک کتاب آورده است، لابد منه، یعنی ضروری هست گفتگی. همون لابد منه در همون متنش به زبان فارسی نویسنده است که کسی اگر انگشت سبابه را بردارد در وقت التحیات مکروه است. باز در بالای همین یک اشاره مانده است، یک رقم 4.
بعد شهر دارم کتابی لابد منو. وقتی شهرش نگاه کردیم میگه در صحیح روایت درست است. ما با او جوان میگم که این در حواشیش یکمش ما گفتم با کتابی تو ما ایمان ندارم. این نویسنده استش. حدیث در پیش ما است آخه. یا دویمش که این کتابی که در حواشیش نویسنده است که در صحیح روایت برداشتنش جایز است، این چه کار کنیم؟ میگه اوش اعتبار نیست، همیش اعتباره. اوش کی نویسنده است؟ سوالای بی معنی، یک بگیم امتا علم های ناکافی، ما هم که علم ناکافی است، لیکن همه حدیث ها برای ما و شما کفایت کننده است. کسی که میکند کردن بگیرد ثواب میگیرد، کسی نمیکند در همین مسئله خلل پذیر نشود، گناهکار میشود. هیچ کس غم نتین، کسی میبردارد نمیبردارد اینا در شما دخل دار نشید. همین ضرر شب بر ضرر همون کسی پرتوین که فتوا داده است. خدا همون فتوا دهنده را خود جزای نیک میتد خود جزای بد میتد، همون ملا خودش میداند. از این خاطر شما این مسئله در نچستین، زورتان به همون سواد نداریم، به همین چیزای علمی نرسین. اینجا حدیث ها ما بسیار نویساندم، وقت چون نیست اینجا سوالا بسیار آمدگی است، یک حدیث شما میخوانم. خود امام اعظم چی میگه؟ و اذا صح الحدیث و هو مذهبی، در کجایی که اگر حدیث صحیح بیافتین همون مذهبی من است. خود امام اعظم میگه. همین امام ما و شما ان شاء الله من جمعه دیگر در بابش به شما قصه میکنم. عن ابو هریره ان الرجل كان يدعو باصبعي فقال احد احد. میگه ابو هریره میگه یک جوان نماز میخوان، در حالت نماز خواندن در وقت التحیات هر دو چلیکاشو میبرداشت، یک چلیکش از این طرف یک چلیک از این طرف. رسول اکرم از بالای سرش آمدن گفتن یک تشه بردار، یک تشه بردار. عملی هست که دیگر حدیث های پیغمبری خدا در این مسئله ما و شما دیگر شبهه نکنیم. السلام علیکم بابای حاجی، از شما پرسیدنی هم که از خواب در خیزی که آفتاب برآمده است نماز بامداد را چه خیل خواندن ممکن است؟ اگر از خواب ما و شما سحر میخیزیم در صورتی که آفتاب برآمده است، یعنی وقتی فرض و وقتی سنت از ما و شما الکی بیرون شدگی است، در این صورت ما و شما چگونه باید بخوانیم؟ در این صورت هم فرض هم سنت هر دوش میخوانیم. همچون وقتی نیت میکنیم خواندن میگیریم، هم فرض شا بخوانیم هم سنت شا. السلام علیکم داملای عزیز، یک چند نفری است که میگویند که ما نماز شب داریم و دیگر عبادت ها ما بیشک داخل جنت هستیم. آیا این گونه فکر خطا نیست؟ یعنی بعضی برادرای هستند که در اصل یعنی ممکن یگان نازیدن دارند، ممکن یگان بلند هوایی دارند که ما مثال نمازهای شب داریم، یا ما مثال عالم هستیم، یا ما موعظه داریم، یا ما تسبیح داریم و دیگر نمودهای عبادت داریم، ما البته داخل جنت میشیم. حدیث بر شما میخوانم، از همین خطان خلاصه برارین. ابو هریره روایت میکند قاربو و صددو، پیغمبر گفتن نزدیک شوید، یعنی به خدا نزدیک شوید، و صددو حقیقت طلب کنید. واعلموا ان لا ينجو احد منكم بعمله قال وانت يا رسول الله ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل. پیغمبر خدا گفت بدانیم به درستی این که عملهای شما را نجات نمیده، عملهای شما را نجات نمیده. صحابه خیز پیغمبر خدا شما را هم عمل شما نجات نمیده؟ گفت نه، مرا هم عمل من نجات نمیده، مگر اینکه اگر رحمت خدا شما را فرا نگیرد شما بر عملهای خود ننازید. اگر رحمت خدا بالای شما نیاید شما را عملهای شما دستگیر شما نمی شود. از این خاطر حافظ میگوید غافل مباش مرکب مردان مرد را، در سنگلاخ وسوسه پیها بریده اند. ناامید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده اند. بسیاری آدم هایی بود که تا نیمه راه آمده میگد ایمان از دست دادند
و بسیاری کسانی بود که قریب نصف حیات خود به غافلی گذرانیدند. در دم آخر خدا اونها را نصیب ایمان گردانید. مسلمان بودن تو کی بکار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. البته مردن مسلمانی اعتبار است. ما خاتمه را فکر کنیم. ما الحال عملهایی که داریم به اینها ننازیم. خدا داناست که این عمل ما و شما عاقبتش چی می شود. عاقبت اعتبار است. این عمل اعمال بخواتمها پیغمبر میگه این از جز از این نیست که عملها را خاتمش اعتبار است. داماد شونده عرق نوشید، او رفیق من است، بعد به نکاح رفت. آیا نکاح او خلل نیافت؟ از او پرسان کردیم، گفت تا که شرمم پرد. این برادر یک رفیق داشته است، رفیقش عرق نوشیده است تا که شرم و حیا از وجودش دور شود. بعدا رفته در سنت از سنت های پیغمبر خدا اشتراک کنه. اولا برادر، این کسی که این سوال می دهد نخواه که شما با عرق نوش جورگی کنین، نخواه که شما با زناکار جورگی کنین، نخواه که شما با بینماز جورگی کنین. شما نمیدانین که با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی. اینا دیگ هستند. اینا البته کسل اینها در شما میگذرد. اول اینا حق جورگی ندارند. دویم این که وقتی این داماده که عرق می نوشد می رود، الحیا من الایمان، پیغمبر خدا می گوید حیا از ایمان است. وقتی که تو عرق نوشیدی و ایمان از خود دور کردی، نکاح که در کجا صحیح شد؟ کجا در همون نکاحی که آدم مست می رود یا اینکه عرق می نوشد که رسول اکرم میگه 40 روزه عبادت چه خدا قبول نمی کند، در کجا او نکاح تو صحیح شد؟ یک قصه از شمس الدین ذهبی بر شما نویساندم در باب همین عرق نوشا. با دقت گوش کنیم. تا وقتی این افلاس ها است ما و شما هیچ وقت آرام نمیشیم، نه در قبرستان نه در حیات. مات لی ولد صغیر فلما دفنته رأیت بعد موتی فی المنام. در باب همین شرابخور در شمس الدین ذهبی میگوید یک مرد قصه کرد که یک بچه خرد داشتم، از دنیا گذشت، موی سرش به نهایت سیاه بود، با دست خود میگه برده در قبرستان گورش کردم. بعد یک چند شبه که دوستش می داشتم در خوابم در آمد و قد شاب رأسه، موی سرش سفید شده بود. فقلت یا ولدی دفنتک و انت صغیر، فرزند من تو را وقتی که با دست خود در لحد گذاشتم موی سر تو سفید سیاه بود، چرا که موی سر تو سفید شده است؟ از فرزند میگه سوال کردم فما الذی شیبک، این سفیدی از کجا پیدا شد؟ کودک خورد. فقال یا ابتی، میگه بسوی من جواب گفت پدری من، دفن الی جانب رجل کان یشرب الخمر فی الدنیا. پدر گفت وقتی که تو مرا در لحد گذاشتی در همسایگی من یک مرد خواب بود که در دنیا عرق نوش بود. فظفر جهنم لقدوم زفرة لم يبقى منه طفل الا شاب رأسه من شدت زفرتها. پدر گفت وقتی که این ناپاک این شرابخور گفت در پهلوی من آوردن گذاشتن، به مجرد در قبر ماندن دوزخ چنان یک حمله سختی بر بالای قبر این کرد که کل کودکی که در این قبرستان خواب بود همه اینها موی سرشان سفید شد. از پشت یک آدمی که در دنیا عرق نوش گذشته است یک قبرستان چکار کرد؟ در عذاب این ناپاک گرفتار شده. در دنیا جمعیت هم بیزار است از اینا، در آخرت خداوند و پیغمبر هم از اینا بیزار است. شرابخور ایمان ندارد. وقتی ایمان نداشته باشد نکاح از کجا صحیح می شود؟ حیا این یک فخر مسلمان است. حیا این یک شعار مسلمان است. وقتی که تو حیا را از وجود خود دور میکنی به حیانه و خانه وارد میشی، برای تو زندگی حلال در کار نیست.
حیفی همون نکاح. اگر کدام کسی نباشد قسم به خدا رفته نکاحش از سر کنه. نکاحش نکاح هم نیست. اگر عرق نوش باشد برای نکاح تماما لازم نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. شما کمی به سوالهای من جواب بگویید. در محله شمس‌الدین شاهین یک مرد کهنسالی که نام او بابای میرزا می باشد، روز ما با او هم صحبت شدیم. ما خواستیم که او را از اسلام سوال دهیم. وی مرا دشنام‌های قبیح داد. او به ما گفت خیزید گم شوید، اسلام شما بر من در کار نیست. من وی را مجبور کردم که کلمه طیبه را به زبان بران، اما وی کلمه طیبه را حقارت داد. داملای محترم به این سوال من جواب گردانید. اولا من بر شما گفته بودم که پیش هر یک انسانی که به قدر صحبت نمی رسد شما صحبت نکنید. برادر عزیز، شیخ سعدی میگد آهن را که موریانه خرد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. به سیاه دل چی سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. آیا همین میخ آهنین بر سنگ می رود؟ نمی رود. سنگ می کفد، پاره پاره می شود، لیکن میخ در داخل او جا نمی گیرد. از آن رویت گل و خار اندر این باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. در این دنیا توتی هم در کار است، این زاغا هم در کار است. اگر اینا در کار نمیشد این دوزخ خدا برای چی ساخت؟ این الله غنی و حمید. خداوند بای است، خداوند با که ندارد. کی کافر می شود، کی بت پرست می شود، کی عیسی پرست می شود، برای خدا هیچ با که ندارد. ما هم غمگین نشیم، ما و شما مهنت کنیم که در قطار اینها در قیامت نباشیم. ان شاء الله برای ما و شما افتخار است. سعدی را خدا رحمت کند، همه شعراش زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. زمین شوره هستند اونها، در اونها تخم پرتافتن لازم نیست، تخم ضایع می شود. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس. سعدی میگه همین باران هم یک رحمت خداست، لیکن در زمین میزند، زمین خوب گیاه خوب میتد، لیکن همون زمین شوره همون بوم و خس، همون خار میبرد، تمام هیچی ندارد. پیش نااهلان چی حاصل، ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی زرزی مرغ ارزن خار را. یا یک مرغ هستند یا حیف میکنن نام مرغی را، نه قطعشان صحبت کنیم نه قطعشان رفت آمد کنیم. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه جوانان در مسجد نماز جماعت میگذاریم. بعد سلام نماز و پیش از فاتحه یکم ما تسبیح برآورده سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگوییم. روز ملا امام این را دیده ما را بسیار سرزنش کرد و گفت که این عمل شیطان است و شما خود نمایی میکنید. ما میخواهیم شما به این مسئله روشن دهید. تسبیح گردانی عمل شیطان نیست. تسبیح را گرداندن این سنت پیغمبر خداست. بعد هر یک نماز شما تسبیح ها را بگردانید، حتی بعد نماز شام هم. رسول اکرم گفته است کسی که بعد هر یک نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله میگوید، چی می شود؟ کل خطاهای او اگرچند که مثل روی بحر، خفهای روی بحر که باشد خدا مغفرتش میکنه. شما هر یک بعد نماز 33 بار سبحان الله را، 33 بار الله اکبر، الحمدلله را بگین، در آخر لا اله الا الله وحده لا شریک له را در آخرش وابسته کن، ان شاء الله شما ثواب میگیرید. اینجا سوالای بسیار است. یک جای دعا میکنیم در وقتای اگر موعظه وقتی ان شاء الله 5 دقیقه و 10 دقیقه جدا میکنیم، زیرا که سوال ها هم باز در این جمعه بسیار آمدگی است. خدا خواسته باشد یا 15 دقیقه برای فقط سوال ها بعد هر یک جمعه، یا اینکه یک جمعه را کاملا جدا میکنیم، سوال های شما البته بی جواب نمیمانند. لکن از همه مهم این است که برادرای عزیز آن مسائلی که در باب زنا و در باب عرق گفتیم، بیاین اسلام اساسی را ما و شما نشان بدیم، بیاین یک فخر اسلامی را ما و شما نشان بدیم، بیاین معرکه‌ای که ما و شما میکنیم همین عرق از معرکه‌مون دور کنیم، بیاین هر یک روزهای جشنی که در فرزندهامون میگیریم، در پدر مادرمون میگیریم، همین اسراف‌های زیادی را دور کنیم و حرام کرده های خدا را از مجلسامون دور کنیم، فردا تا که ما و شما خجالت در نزد خدا نباشید. و آن مسئله و مسائلی را که در اینجا گپ میزنیم، اینا هم به ضرر شماست هم به فایده شماست. اگر گوش کردین، قبول کردین، در عمل اجرا کردین، به فایده شماست. گوش کردین و نکردین، این بر ضرر شماست.
خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل ما و شماست خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بسازد. جوانهایی که در اینجا از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه میآیند خدای همگی را عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع نصیب و روزیشان بسازد. هر مراد و مطلوبهایی که در دل شماست خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بسازد. گذشتگانی که از ما و شما گذشتند خدایا رحمت مغفرتشان بسازد. برادرانی که در این مسجد ما خدمت ها میکنند، دستیاری دراز میکنند، خدای آنها جملگی را هم عمر درازی با برکاتی با توفیق نصیب و روزیشان بسازد. این برادر جمشید و برادر قدرت الله که هم کسیت‌های ویدیویی و هم کسیت‌های مگنیتوفونی ضبط میکنند، اگرچه به طریق سودا هم که میفروشند، اینا البته ثواب میگیرند. خدا اینها را عمرشان دراز از کل آفت‌های زمینی و آسمانی نجاتشان بده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله.